پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان کاری که برای این ملت کرد، رسالتی که به دوش آورد، نه کمتر از کوروش کبیر بود و نه کمتر از اسماعیل سامانی. بعضا مقایسه میکنن، سامانی نام میگویند. من برای نقیدم که رسالتی که محترم امام رحمان برای ملت تاجیک به جا آورد، نه کمتر از رسالت کوروش کبیر و اسماعیل سامانی است. بکورن آوردن اینجا در جنگل برای خوردنی جوی خوب آوردن اینجا ما را موندن کار کردیم. اون امکانیت باشه اگر باشه چهارمون ببینن، این اختام ببینیم و چیم تو یک جنگل هیچ جورمون نمیدونیم. نه سوی داریم، نه یگان مثل خوردنی گرم داریم، نه همه اینجا مردم برای شکم سر فقط برای نه جای خوبمون نمی کارا ما کردیم در این جنگل. فقط ما اشما خواهش میکنیم که حکومت چیزی که نباشه ما را یک چهارمون دیده ببروه. امکانیت باشه چهارمون ببینن که احوالمون بد شده، روز احوالمون بد شده. اون وضعیت وریان نداریم. چی مبرارم کی نمونه مردکمونه برده محکم کرده یکیچ ما دعوا میکنیم. ببرن هر کجا ده یاردم کنن آقای یک آنچی نبرو وردی ای شاتی ما خونه میگیرن آقای. کی مردکاتون محکم کرده پر برده ملیساش هم محکم کرده حاضی مجلس چی شیر مجلس آمده؟ مجلس چی نه مجلس دروغه داوجه رو پایلا میکنن برده محکم میکنن که دهنی زرنگاتون رو محکم کنیم. خانه شما در جای چیز خانه ما در روی لایه در کجا شوهرتون محکم کردن که گرخته گشته محکم میکنن شد نه مرا دیدن او را میمانن میکشن شد. چی نام داره نفر؟ نام مزارون نیسته چی نام داره. رحمت ظریفه حیات و ساکن دیگر این دهه که دهشت بند ماندن سیلاب را در حولیش مشاهده کرده است، حالا نیز در حالت شاک است و میگوید قریب مانده بود که زیری سیل بمانند. یک کشتی میره به او که بس ترومد خیلی که ترومد میمونه هیچی مونده که نیسته. باز میگیرم که مرد کن بودن اکنشی که ما میمونی. در ناحیه خراسان سالهای پیش نیز در چنین فلاکت‌های طبیعی چندین نفر جان داده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی در ختلان زیاده از 400 منطقه‌های خوفناک هست که در صورت زیاد شدن باران، آمدن سیل و لغزش کوه‌ها در این منطقه‌ها از گرفته نمیشه و خیلی دور نیویده در آمده میشه که من زندگانی میکنم جا ندارم که دیگه جا برم دیگه چی کار کنم. امیدواریم دستی خیری به این مادر زور و پریشان خواهد رسید. Bien,